خداوند حکیم و دانا و توانا و مهربان و رؤوف و دستگیر و رحمان و رحیم. چگونه توصیف بکنیم، چگونه حمد و ثنای الله جل جلاله را بیان بکنیم؟ مولانا میگه گفتم که ای جان خود جان چه باشد، ای درد و درمان درمان چه باشد؟ ما تو را چی خطاب بکنیم که سزاوار شأنت باشه؟ ما واقعا در علم سخن و در علم کلام بیان روشن و شفاف نداریم که ترسیم کننده مظاهر لطف و فضل و مهربانی و کرم تو باشه. خواهم که سازم 100 جان و دل را پیش تو قربان. قربان چی باشد؟ اگر 100 جان و دل قربان بکنیم واقعا کار نکردیم. خواهم که سازم 100 جان و دل را پیش تو قربان. قربان چه باشد؟ با حسن رویت احسان که جوید. خود پیش حسنت احسان چه باشد؟ الله متعال مهربان کانون و مرکز احسان و شفقت و مهربانی است. دنیا پرتو از مهربانی و از لطف و از کرم خداوند متعال مهربان است. نه تنها دنیا جهان عیان بلکه جهان نهان مظهر اسما و صفات و جلوه از مهربانی و شفقت و بنده‌نوازی خداوند کریم و مهربان است. خداوند متعال و مهربان برای ما زبان بیان حمد و ثنای ذات عظیمش نصیب بکنه و ما را شایستگی و لیاقت و ظرفیت بندگیش عنایت بکنه ان شاء الله.